بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در تلاوت آیات کلام الله رحمان و تدبر در معانیش و عمل به دستورات آن هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله متعال رو بی‌نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از آیات سوره مبارکه البقره همراه بشیم با آیه دیگر از این سوره عظیم. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 185 از این سوره مبارکه رو پیش رفتیم و در این برنامه هم بیاری الله متعال در ادامه این آیات به آیه دیگری خواهیم پرداخت، آیه بسیار مهمی که الله متعال آن را در خلال آیات رمضان و روزه برای ما ذکر می‌فرماید. آیه 186 از سوره مبارکه بقره. الله متعال در این آیه می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. و هنگامی که ای پیامبر من از تو بپرسند درباره من، بندگان من از تو درباره من بپرسند، پس همانا من نزدیکم، اجابت می کنم دعوت هر دعا کننده ای را هنگامی که مرا بخواند و دعا کند. پس آنان نیز استجابت کنند و اجابت کنند دستورات مرا و اطاعت کنند و به من باور و یقین کامل داشته باشند تا باشد که به رشد و قرار گرفتن در مسیر هدایت برسند. این ترجمه تحت لفظی این آیه است. این آیه عظیمی است که یک مفهوم بسیار والایی رو در بر میگیره و اون مفهوم دعاست. مفهوم دعا و خواستن و طلب کردن از الله متعال. عجیب است که این آیه که یکی از مهمترین آیات درباره دعا در قرآن کریم است. ما در قرآن کریم آیات مختلفی رو درباره دعا داریم و بلکه دعاهای مختلفی رو داریم که الله متعال برای ما در جای جای کلام پاکش ذکر نموده. دعاهایی که احیانا از زبان انبیای الهی ذکر شدن و گفته شدن دعای پیامبران الهی است، یا احیانا برخی اولیای الله متعال رو که غیر از پیامبران بودن و از اولیای الله متعال بودن دعاهایی کردند. الله متعال دعاهای آنها رو برای ما ذکر نموده است. یا صفاتی از بندگان خاص خود رو الله متعال برای ما ذکر کرده به نام عباد الرحمن یا متقیان یا مؤمنان با صفات مختلف، و از جمله صفاتی که برای آنها ذکر نموده فرموده که آنها دعاهایی میکنن و دعاهای مختلفی رو برای ما ذکر نموده است. در جای جای کلام الله مجید ما دعاهای مختلفی رو میبینیم و بهترین دعاهایی که یک انسان مؤمن و مسلمان میتواند که استفاده بکنه دعاهایی است که الله متعال در قرآن کریم برای ما ذکر کرده، چه از زبان پیامبران الهی یا اولیای الله متعال، و یا اینکه دعاهایی که برای مؤمنان و متقیان و عباد الرحمن خود الله متعال برای ما ذکر نموده است. ذکر حکایت دعا در آیاتی که مرتبط به ماه مبارک رمضان است خودش یک اشاره لطیفی است به موضوع جایگاه دعا
در ماه مبارک رمضان و اهمیت دعا در ایام روزه‌داری و وقتی که انسان روزه هست. ما در قبل از این آیه و بعد از این آیه، یعنی قبل از آیه 186 و بعد از آیه 186 موضوع رمضان رو داریم. از آیه 183 در این سوره، یعنی سوره مبارکه بقره، خدای متعال صحبت از رمضان نمود و روزه گرفتن و آیات روزه شروع شد تا آیه 185 که صراحتا نام ماه مبارک رمضان ذکر شد. و بعد از این آیه هم باز در آیه 187 ادامه این موضوع الله متعال برای ما باز درباره احکام رمضان صحبت می‌فرماید و ادامه داره موضوع رمضان و همچنان موضوع به پایان نرسیده است. در خلال و در میان آیات رمضان الله متعال آیه دعا، آیه معروفی از حکایت دعا و مفهوم دعا و حقیقت دعا و یک دعای درست با چه مفهومی و چه باوری و چه اعتقادی و چگونه باید باشد رو الله متعال برای ما ذکر میکنه. این اشاره لطیفی است به این موضوع که در ایام روزه‌داری، خصوصا در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان وقت دعاست. ماه مبارک رمضان فصل دعاست، خصوصا بعد از افطار. در لحظه افطار رسول علیه السلام فرمود برای انسان روزه‌دار در لحظه افطار یک دعای اجابت شده وجود دارد و خوب است که این لحظه ها رو ما غنیمت بشماریم. لحظه های افطار رو، لحظه های افطار، یک انسان روزه‌دار در لحظه های افطار باید تا میتواند دعا بکنه، قبل از این که اذان بشه، بعد از این که اذان شد و همون لحظه‌ای که افطاری میخورد. این وقت بهترین وقت برای دعاست. همچنین وقت سحر در ماه مبارک رمضان و حتی در هر لحظه‌ای که انسان روزه‌دار است. انسان روزه‌دار دعای او به اجابت نزدیکتر است، چه در ماه رمضان چه در غیر ماه مبارک رمضان. اگر انسان روزه میگیرد سعی بکنه که وقتی برای دعا داشته باشد و خصوصا در لحظه های افطار انسان باید از فرصت دعا استفاده بکنه و یکی از عبادت های ویژه‌ای که در ایام روزه‌داری و در وقتی که انسان روزه است باید به او توجه بکنه، خصوصا در ماه مبارک رمضان، بحث دعاست. دعا یک مفهوم بسیار بالایی که الله متعال دوست دارد بندگان او را بطلبند، از او بخواهند، از او طلب بکنند و دعا بکنند. در این آیه الله متعال ابتدای آیه فرمود و اذا سألك عبادی عنی، اگر ای پیامبر من، هرگاه از تو ای پیامبر من سوال کردن، پرسیدن، عبادی، بندگان من. الله متعال این آیه رو با یک تعبیر لطیفی آغاز می‌فرماید. عبادی، بندگان من، بندگانی که بندگان من الله با عظمت هستند، اونهایی که من رو به عنوان خالق خود، مالک خود، مدیر و مدبر امور خود، سید و مولای خود پذیرفتن و فقط از من استعانت می جویند، فقط من رو عبادت می کنند. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خلاصه دعوت و رسالت تمام انبیای الهی که در سوره مبارکه حمد آمده است و سوره مبارکه حمد خلاصه قرآن کریم است و این آیه در سوره مبارکه حمد ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاصه سوره حمد است و بلکه خلاصه دعوت تمام انبیای الهی در طول تاریخ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الله فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و فقط و فقط از تو استعانت میجوییم. اینها همونهایی هستند که الله متعال میفرماید عبادی، بندگان من. این بندگان شاید احیانا گناه هم بکنن، این بندگان شاید از اونها معصیتی هم سر بزنه، این بندگان شاید احیانا فریب هوا و هوس نفس و شیطان رو هم بخورن. در سوره مبارکه زمر 53 الله متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. پیامبر من بگو به همه اون بندگانی از بندگان من که در گناه کردن، انقدر گناه کردن که به خود ظلم کردن و اسراف کردن در گناه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من، ای کسانی که شما در گناه کردن هم اسراف کردید، بی حساب گناه کرده اید.
اونجا هم الله متعال باز فرمود یا عبادی، ای بندگان من، ای بنده گناهکار من، ای بنده ای که در گناه هم خیلی اسراف کردی و زیاده روی کردی، تا وقتی که من الله با عظمت رو نزدیک بدانی به خود، تا وقتی که من الله با عظمت سید و مولای تو هستم و فقط من رو عبادت میکنی و فقط از من حاجت میطلبی، برگرد پیش من. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من الله با عظمت ناامید نگردید ای گناهکارانی که حتی در گناه هم بسیار بد خود ظلم کردید و اسراف کردید در گناه. نه تنها گناه زیادی انجام دادید، در گناه هم بیش از حد دیگه گناه کردید. باز هم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله متعال ناامید نشوید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال تمام گناهان شما را میبخشد. نه تنها میبخشد که در آیه 70 سوره مبارکه فرقان میفهمد الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا، کسی که توبه کنه، ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اونها کسانی هستند که الله متعال تمام پرونده گناهان آنها را تبدیل میکنه به نیکی ها. نه تنها گناهان اونها پاک میشه، همون اندازه کوههایی از گناه که داشتن، اون کوههای گناه تبدیل میشه به کوههایی از عبادت و گناهان اونها کاملا پاک میشود. این الله متعال است. الله متعال میفرماید و اذا سألك عبادی، وقتی که بندگان من از تو ای پیامبر من درباره من الله میپرسن، میخوان که رابطه خود رو با من ببینن که چگونه باشد، از من میپرسن درباره من خالقشان، من مالکشان، من پروردگارشان، میخوان بیشتر اطلاعات داشته باشن، بیشتر من رو بشناسن. من این هستم. فانی قریب، پس همانا من الله با عظمت بسیار نزدیکم. من هیچ وقت دور نیستم، هیچ وقت دور نبودم از بندگان خودم. اگر کسی احساس میکنه الله متعال از او دور است، الله از هیچ کدام از بندگان خود دور نیست. این بنده است که از الله متعال دور میشه، این بنده است که از الله متعال فاصله میگیره، این بنده است که این تصور نادرست رو پیدا کرده که الله متعال از او دور است، فکر میکنه الله متعال دور است و فاصله گرفته از الله متعال، یا احیانا رفته است به سوی غیر الله متعال، فکر میکنه چون بین او و بین الله متعال فاصله بسیار زیادی است، باید این فاصله رو با یک واسطه‌ای پر بکنه. فکر میکنه نیاز به یک شفیعی داره، نیاز به یک پارتی داره به تعبیر امروزی تر ما و شما، و نیاز به این دارد که اون فرد در رابطه بین خود و الله متعال یک نفر دیگری رو واسطه بکنه. الله متعال میفرماید فانی قریب، من بسیار نزدیکم. نیاز به هیچ واسطه‌ای نیست، نیاز نیست که شما پیش هیچ کس دیگری بروید، هیچ واسطه‌ای، هیچ شفیعی، هیچ بین من و بین توی بنده من هیچ واسطه‌ای وجود ندارد. فانی قریب، من به تو نزدیکم. در سوره مبارکه قاف میفهمد و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من الله با عظمت، ما به او از شاهرگ گردن او هم نزدیکتر هستیم. الله متعال با علمش، با قدرتش، با رؤیتش، با شنیدن هر آنچه که ما به زبان می آوریم، با دیدن حال ما، از همه چیز خبر دارد، به ما بسیار نزدیک است. در دل ما هر تصوری که ایجاد بشه الله متعال می داند. انه علیم بذات الصدور، اون تصوری که در دل ما خطور میکنه الله متعال می داند. هیچ چیزی بر او پوشیده نیست، همه چیز را میداند. به ما بسیار بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که خود ما تصور میکنیم، نزدیکتر از هر کسی به ما الله متعال است، نزدیکتر از پدر و مادر، نزدیکتر از همسر و فرزند، نزدیکتر از خود ما به ما الله متعال است. الله متعال میفهمم من هیچ وقت از شما دور نبودم، من به شما بسیار نزدیکم. یک نکته بسیار لطیفی که باز در این تعبیر نهفته است، ما در قرآن کریم تعابیر بسیار مختلفی رو داریم که الله متعال صحبت از سؤال عده‌ای از پیامبرش می کنند و الله متعال به ما خبر می دهد که عده‌ای آمدن پیش پیامبر اکرم علیه السلام و از ایشان سؤالهایی پرسیدند، سؤالهای مختلفی که در جای جای قرآن کریم ذکر شده است. سؤال می پرسیدند درباره موضوعات مختلف و وقتی که سؤال پرسیده می شد
الله متعال این سوال رو وقتی پاسخ میداد به پیامبرش میفرمود با آنها بگو پاسخ این سوال این است. مثلا الله متعال میفرماید و یسألونک عن الروح، درباره روح از تو میپرسند. قل الروح من امر ربی، بگو روح این موجود عجیب یکی از مخلوقات الله متعال است که به امر او به وجود آمده است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و اون علمی که در اختیار شماست درباره روح بسیار اندک است. یسألونک و یسألونک عن الروح قل الروح، از تو درباره روح میپرسن بگو روح از مخلوقات الله متعال است. پاسخ با کلمه بگو آمد. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. در سوره انفال یسألونک عن الانفال، درباره مال غنیمت از تو میپرسن. قل الانفال لله و الرسول، بگو و کلمه قل پاسخ داده میشه این سوال. انفال از آن الله و رسول است، غنیمت رو الله و رسول تقسیم میکنن. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر، از یتیمان درباره یتیمان از تو میپرسن بگو، باز با تعبیر قل پاسخ داده میشود. قل اصلاح لهم خیر، اصلاح حال آنها بسیار خوب است برای شما. همچنین الله متعال باز تعبیر دیگری داره. یسألونک عن الشهر الحرام قل، درباره یسألونک عن الشهر الحرام قل قتال فیه کبیر، درباره ماه‌های حرام است و میپرسن بگو جنگ در این ماه‌ها و خونریزی بسیار گناه بزرگی است. یسألونک عن الخمر والمیسر، از شراب و از قمار است و میپرسن قل فیهما اثم کبیر، بگو گناه بزرگی در آنهاست. و یسألونک ماذا ینفقون، از تو میپرسن که چه چیز را انفاق بکنن. قل العفو، بگو مازاد بر نیاز خود را. و همچنین در آیات مختلف دیگری الله متعال باز میفرماید که سوال میکردن از پیامبر اکرم علیه السلام. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از تو میپرسند که روز قیامت چه وقتی لنگر می اندازد، کشتی قیامت کی فرا می رسد. قل انما علمها عند ربی، بگو قل، باز بگو که علم فرا رسیدن آن روز نزد الله متعال است. همه این سوال ها یسألونک قل، یسألونک قل، یسألونک قل، هر جایی که سوالی میشد بگو، سوال میشد بگو. این تعبیر ما بیش از 10 بار در قرآن کریم داریم که با تعابیر مختلفی که برخی از اونها ذکر شد الله متعال میفرماید از تو میپرسن بگو پاسخ این است. پاسخ رو رسول الله علیه السلام و الله متعال به پیامبرش میفرمود تو پاسخ رو بگو با آنها. اما اینجا وقتی که صحبت از خود الله متعال می شود، وقتی صحبت از ارتباط بنده با الله متعال می شود، وقتی درباره الله متعال صحبت می شود، الله متعال بین خود و بین بندگان خود حتی محمد مصطفی علیه السلام رو هم واسطه نمی فرماید که و اذا سألك عبادی عنی فقل انی قریب، اگر بندگان من از تو درباره من پرسیدن، آن لحظه‌ای که بندگان من از توی پیامبر درباره من الله میپرسن، الله متعال نفرمود با آنها بگو من قریبم. کلمه قل دیگه اینجا استفاده نشد. این کلمه قل رو الله متعال اینجا حذف کرد، با وجود اینکه در سوالهای دیگر همیشه کلمه قل بود. اما اینجا چون صحبت ارتباط بنده و الله متعال است، الله متعال نمیخواهد که بین خود و بین بندگانش هیچ واسطه‌ای باشد. حتی محمد مصطفی علیه السلام با وجود عظمت شأن و جایگاهش، حتی نازنینی به نام محمد مصطفی علیه السلام هم نباید بین الله متعال و بندگان الله متعال واسطه گردد. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، هرگاه بندگان من از توی محمد مصطفی علیه السلام درباره من الله با عظمت بپرسن، فانی قریب، من نزدیکم. نفرمود فقل انی قریب، چون اگر کلمه قل اینجا می آمد دیگه اون قرب فاصله می افتاد و دیگه کمی دور می شد، این کلمه دور می شد از اون پاسخ. به همین خاطر کلمه قل رو هم استفاده نکرد. خود الله متعال پاسخ داد، فرمود من نزدیکم. هیچ واسطه ای نباید باشد بین الله متعال و بین بندگانش. محمد مصطفی علیه السلام پیامبران الهی واسطه رساندن رسالت و دعوت هستند، راه رو نشان میدهند، اما واسطه عبادت بین ما
و الله متعال نیستند. اونها فقط واسطه رساندن رسالت هستند، رسول هستند، نبی هستند، اخبار رو می آورند، رسالت رو می رسانند، دین رو به ما می رسانند. اما در بین عبادت ما و الله متعال میفهمند بین من و بندگان من هیچ واسطه‌ای وجود ندارد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو رو عبادت میکنیم و فقط تو رو میخوانیم بار اله و فقط از تو استعانت میجوییم. الله متعال میفرماید که بین من و بندگان من هیچ واسطه‌ای وجود ندارد. در دعا کردن فقط مستقیم به سراغ من بیایید، از من الله با عظمت بطلبید، من رو طلب کنید. بین من و بین خودتان هیچ واسطه‌ای وجود ندارد. فانی قریب، من خیلی خیلی نزدیکتر از آن هستم که شما فکر بکنید، من از شما دور نیستم. الله متعال در سوره مبارکه غافر آیه 60 میفرماید و قال ربکم ادعونی استجب لکم، و پروردگار شما میگوید ادعونی مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم، دعای شما را قبول بکنم. ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید، من الله با عظمت رو تنها به فریاد بخوانید، تنها از من کمک بخواهید، تنها و تنها از من الله با عظمت طلب بکنید. من هستم که حاجتهای شما رو برای شما روا میکنم، من هستم که میتوانم مشکلات شما رو حل بکنم، من هستم که میتوانم خواسته های شما رو برای شما آنچه میخواهید رو به شما بدهم. و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین، در ادامه آیه 60 سوره مبارکه غافر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که از عبادت من سر باز میزنند. ابتدای آیه صحبت از دعاست. و قال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کنید، منو بخوانید، از من بطلبید، دعای شما فقط برای من باشد، از من بخواهید. در ادامه میفهمند ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که از عبادت من سر باز میزنند. این عبادت بعد از ذکر دعا نشان از این دارد که دعا کردن عبادت است. و رسول الله علیه السلام هم فرمود که دعا عبادت است. در حدیث فرمود که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. دعا یک عبادت است. خواستن، طلب کردن یک عبادت است. ما وقتی دست به دعا بلند میکنیم پیش الله متعال، این یک عبادت بزرگ است. از الله متعال میخواهیم عجز و خاکساری و ناتوانی و فقر و نیاز خود رو به پیش الله متعال میبریم و از الله متعال که بی نیاز است، که غنی است، که صمد است، که کریم است، از الله متعال طلب میکنیم تا مشکلات ما رو حل بکنه، نیازهای ما رو برآورده بکنه. در آیه 60 سوره غافر در ادامه میفرماید ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین، کسانی که حاضر نیستن عبادت من الله با عظمت رو خاص برای من انجام دهند، که یکی از مهمترین آنها دعاست، آنها خوار و ذلیل به جهنم داخل خواهند شد. در سوره مبارکه احقاف آیه 5 الله متعال میفرماید که در تایید همین محتوا باز و در ادامه همین موضوع که دعا عبادت است، خواستن عبادت است، طلبیدن عبادت است و فقط خاص الله متعال است. دعا فقط باید از الله متعال باشد، خواستن فقط باید از الله متعال باشد، حل مشکلات فقط نزد الله متعال است. الله متعال در آیه 5 سوره مبارکه احقاف میفرماید و من اضل ممن یدعو من دون الله، و کیست گمراهتر از آن کسی که یدعو من دون الله، میخواند غیر الله متعال رو. یدعو من دون الله، از غیر الله متعال میخواند. من دون الله یعنی غیر الله متعال، یعنی تمام مخلوقات الله متعال. من دون الله یعنی غیر الله متعال. غیر الله متعال میشوند تمام مخلوقات الله متعال. ملائکه الله متعال من دون الله هستند، چون الله نیستند، به غیر از الله هستند. تمام مخلوقات الله متعال، ملائکه الله متعال، پیامبران الهی، اولیای الله متعال، شهدا، بزرگان، اینها همه غیر الله متعال هستند. تمام مخلوقات الله متعال غیر الله متعال هستند. الله متعال میفهمد کیست گمراهتر، یعنی نیست از این انسان گمراهتر. استفهام انکاری به این معنا که یعنی نیست، هیچ گمراهتری از این آدم وجود ندارد، از کسی که
میرود پیش غیر الله متعال و میگوید یا فلان مدد و یا فلان مدد. مدد میخواهد، کمک میخواهد، دعا میکند، میطلبد، حل مشکلات خود را میطلبد، نیازهای خود را از او میطلبد. و من اضل ممن یدعو من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القیامه. کیست گمراهتر از اون انسانی که دست دراز میکند، میطلبد، یا فلان مدد میگوید و یا فلان مدد میگوید، کسانی را به فریاد میخواند که تا روز قیامت دعای این فرد را استجابت نمیکنند، اجابت نمیکنند، پاسخ نمیدهند. از این واضح‌تر دیگه چی بگه الله متعال؟ از این واضح‌تر چطور این موضوع بیان بشه و مطرح بشه؟ آیه 5 سوره مبارکه احقاف: گمراهتر از اون فردی که می رود به پیش غیر الله متعال، چه ملکی باشد، چه پیامبری باشه، چه امامی باشه، چه ولی باشه، چه تقی باشه، چه نقی باشه، چه شهیدی باشه، هر انسان ولی، هر مخلوقی، فرق نمیکنه. این آیه فقط برای کسانی نیست که میرن پیش بتی یا پیش گاوی سرخم میکنن یا پیش حیوانی میروند یا از جنی کمک میطلبند. ولو جبرائیل امین علیه السلام رو کسی به فریاد بخواند که یا جبرائیل ادرکنی، ولو اینکه محمد مصطفی علیه السلام که بهترین انبیای الهی است و بهترین انسان روی زمین بوده است رو به فریاد بخواند که یا رسول الله مدد، یا بگوید یا رسول الله ادرکنی. هر کسی که میخواهد باشد غیر الله است. کیست گمراهتر از آن فردی که میرود و پیش غیر الله متعال و یا فلان مدد و یا فلان مدد میگوید، کسانی را به فریاد میخواند که من لا یستجیب له الی یوم القیامه، تا روز قیامت هم دعای این فرد رو اجابت نمی کنند، قبول نمی کنند، نمی پذیرند. چرا؟ و هم عن دعائهم غافلون. در پایان آیه 5 سوره احقاف: و هم عن دعائهم غافلون. چگونه اجابت کنند دعای این فرد رو در حالی که از دعای او بیخبرند، غافلند، اصلا نمیشنوند صدای او رو. دعای این فرد با آنها نمیرسد اصلا. آنهایی که از دنیا رفتند اونها اصلا صدای این فرد رو نمیشنوند. ملائکه الله متعال که این فرد به فریاد میخواند دعای این فرد رو نمیشنوند، بشنوند هم اجابت نمیکنند. در ادامه آیه 5 سوره احقاف میفرماید و اذا حشر الناس، وقتی که روز قیامت مردم از قبرها حشر میشوند، كانوا لهم اعداء، اونها دشمن اینها خواهند شد، از اینها اعلان بیزاری و براءت میکنند، از این کار اینها، از این فعل اینها. كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم کافرین، و این عبادتشان را انکار میکنند، اعلان بیزاری میکنند از این عبادتی که اینها انجام دادن. این عبادتی که انجام دادن چی بود؟ این همون دعایی که اینها انجام دادن، این طلبی که اینها میکردن، یا فلان مدد گفتن و یا فلان مدد گفتن. این عبادت است. دعا یک عبادت است، طلبیدن یک عبادت است. این دعا عبادت است. کسی برود سر قبری، کسی احساس بکنه، این تصور رو داشته باشه که روح فلان ولی خدا، فلان نبی الله متعال، روحش میاد و صدای من رو میشنوه و من میره پیش الله متعال شفاعت من رو میکنه. الله متعال باز در سوره مبارکه فاطر آیه 13 پایان آیه 13 و آیه 14 میفرماید والذین تدعون من دونه، کسانی رو که به غیر الله متعال به فریاد میخوانید، ما یملکون من قطمیر، اونها مالک پوسته هسته خرما هم نیستند. ما یملکون من قطمیر، قطمیر پوسته هسته خرما رو میگویند. هسته خرما یک پوستی دارد، مالک اون پوسته هسته خرما هم نیستن. الله متعال میفهمند، نمیفهمند مالک هسته خرما نیستن، چون هسته خرما به یک دردی میخوره، میشه کاشتش بعدن رشد بکنه. الله متعال میفهمند اون هسته رو هم مالک نیستن، پوستش رو هم، حتی هسته که به جای خود، پوست هسته رو هم مالک نیستن، پوست هسته خرمای رو هم مالک نیستن. ان تدعوهم، اگر آنها رو به فریاد بخوانید، لا یسمعوا دعاءکم، دعای شما رو نمیشنوند. این آیه صریح قرآن کریم است، آیه 14 سوره مبارکه فاطر. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر آنها رو به فریاد بخوانید صدای شما رو نمیشنوند. نه پیامبر اکرم علیه السلام، رسول الله علیه السلام، نه دیگر انبیا،
نه دیگر اولیا، نه دیگر انسانهای خوبی که از دنیا رفتند، آنها صدای شما رو نمیشنوند. ولو سمعوا، به فرض محال. حالا شما بحث بکنید که فلان جا فلان روایت فلان حدیث نشان میده که مرده میشنود و این طور است و اون طور است. ولو سمعوا، به فرض محال، به فرض محال قبول بکنیم که مرده میشنود. ولو سمعوا، به فرض محال که این رو بپذیریم. ولو سمعوا، ولو این که شما بگید آقا مرده میشنود، صدای ما رو میشنوه، شما برید سر قبرش و صدای شما رو بشنود. ولو سمعوا، ولو که بشنود هم، ما استجابوا لکم، اجابت نمیکنه دعای شما رو. صدای شما رو اولا که نمیشنوه. در آیه 5 سوره احقاف صراحتاً میفهمد و هم عن دعائهم غافلون، صدای شما رو اصلا نمیشنون، دعای شما رو نمیشنون، به آنها نمیرسد دعای شما. ولو شما خیلی اصرار دارید، ولو سمعوا، ولو اینکه بشنوند هم، ولو اینکه شما بتونید ثابت هم بکنید که میشنوند، ولو بشنوند هم، ما استجابوا لکم، نمیتونن اجابت بکنن. یعنی شما بطلبید هم اونها هیچ کاری برای شما نمیکنن. ولو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامة یکفرون بشرککم، بر روز قیامت اونها اعلان بیزاری میکنن از این شرکی که شما انجام داده اید. این شرک چیست؟ همین طلب کردن، همین دعا خواستن، همین یا فلان مدد گفتن و یا فلان مدد گفتن. و یوم القیامة یکفرون بشرککم، قبلش بحث دعا بود. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، همه اینا صحبت از دعاست. دعا برای غیر الله، استفاده دعا، خواستن و کمک خواستن از غیر الله متعال. الله متعال میفهمد نمیتونن هیچ کاری بکنن. و یوم القیامة یکفرون بشرککم، این شرک شما رو که یا فلان مدد میگویید و یا فلان مدد میگویید، این شرک است. این روز قیامت همون اولیای الله متعال که فکر میکنید به درد شما میخونن، روز قیامت میان میکنن اعلان بیزاری میکنن از شما، چون هیچ وقت اونها راضی به این شرکیات نیستن. ولا ینبئک مثل خبیر، و هیچ کسی مثل الله خبیر که همه چیز را میداند، با خبر است، تو را از این تفاصیل آگاه نمی کند. در ادامه آیات 13 و 14 سوره مبارکه فاطر در آیه 15 باز الله متعال میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای انسان ها همه شما نیازمند در الله متعال هستید. پیامبران هم نیازمند در الله متعال هستند، اولیای الله متعال هم نیازمند او هستند. سوره مبارکه انبیا که درباره پیامبران الهی است، شما این سوره رو تلاوت بکنید. این سوره از ابتدا تا انتها درباره نیازهای انبیای الهی است نسبت به الله متعال. دعاهایی در این سوره شما میبینید از ایوب علیه السلام، از یونس علیه السلام، از زکریا علیه السلام، که هر کدوم از آنها، از ابراهیم علیه السلام، که هر کدوم از آنها طلب میکنن، دعا میکنن، میخواهند. بیماری ایوب علیه السلام رو میامید و اون دعا رو انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، بار الله به من ضرری رسیده، ارحم الراحمین خود تو هستی. دعای یونس علیه السلام رو میبینیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، در دل نهنگی. دعای زکریا علیه السلام رو میبینیم رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، فرزندی به من عنایت بکن. هر کدوم از اینها مشکلات خودشون رو، یکی بیماری خود رو، یکی مصیبتی رو که گرفتار شده، یکی فرزند میخواد، یکی چهار مشکلات شده، سختی ها شده. انبیای الهی، سوره مبارکه انبیا رو وقتی نگاه میکنیم مملو از نیازهای انبیای الهی است. در این سوره الله متعال نشان میده که انبیای من هم، بهترین انسانهای روی زمین هم نیازمند من بودن، محتاج من بودن، از من میخواستن، میطلبیدن. وقتی خود فردی نیازمند است چطور میتواند به دیگران کمک بکنه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم همه شما، پیامبر و غیر پیامبر، نیازمند الله متعال هستیم، فقیر درگاه الله متعال هستیم. یک فقیر چطور میتواند به یک فقیر مثل خود کمک بکنه؟ والله هو الغنی الحمید، فقط الله متعال است که بی نیاز است، ستایش شده است. الله الصمد، الله صمد است، بی نیاز است، یعنی در هیچ چیزی به هیچ کسی نیازمند نیست و همه در هر چیزی به او نیازمندند. این معنای صمد است. الله صمد است، بی نیاز است. الله بی نیاز است. این که یک عده‌ای می آیند و عبادت می کنند، دعا عبادت است. و یعبدون من دون الله،
عبادت میکنن غیر الله متعال رو. در آیه 18 سوره مبارکه یونس الله متعال میفهمد یک عده عبادت میکنن غیر الله متعال رو، دعا میکنن، به فریاد میخواهند، یا فلان مدد و یا فلان ادرکنی میگویند. و یقولون و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، کسانی را به فریاد میخواهند، از اونها کمک میطلبند یا فلان مدد میگویند که نمیتوانند ضرری را از اینها دفع بکنند و نمیتوانند منفعتی برای اینها داشته باشند. دعای ما عادتاً یا برای جلب یک منفعتی است یا برای دفع یک ضرر و مضرتی است. الله متعال میفهمد کسانی را که به غیر الله متعال به فریاد میخوانید یا فلان مدد یا فلان مدد میگویید، نمیتوانند سودی برای شما داشته باشند، نفعی برای شما داشته باشند، چیزی به شما بدهند و نمیتوانند چیزی از مشکلات شما را کم بکنند. در سوره مبارکه یونس در ادامه این آیه 18 الله متعال میفهمد و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، و بعد وقتی اعتراض میشه به اونها میگه چرا شما میگید یا فلان مدد یا فلان مدد، چرا این کارو میکنید؟ دعای غیر الله شرک است به صریح آیات قرآن کریم. آیه 56 احقاف، آیه 60 سوره مبارکه غافر، آیه 13 14 و 15 سوره مبارکه فاطر، اینها همه اشاره به این دارن که این شرک است. ندای غیر الله، کمک خواستن از غیر الله شرک است. وقتی اعتراض میشه به اونها گفته میشه نکنید این کارو. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگن اینها شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن. من روسیای گناهکار چه روی دارم برم پیش الله متعال؟ میرم پیش فلان ولی فلان نبی، اون که پیش الله مقرب است، اون میرود پیش الله متعال شفاعت ما رو میکنه. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. بگو آیا الله متعال رو با خبر میسازید از آن چه که در آسمان ها و زمین در علم خود از آن بی اطلاع است؟ هیچ خبر، همچین چیزی وجود نداره است. الله متعال همچین واسطه گری رو خلق نکرده، همچین درجه‌ای رو به کسی نداده، همچین اختیاری رو به هیچ کسی نداده است که روح او الان در دنیا این طرف و آن طرف بچرخد، از حال این و آن خبر باشد و برای پیش الله متعال شفاعت بکند. همچین چیزی وجود ندارد. این شرک است. سبحانه و تعالی عما یشرکون. پاک و منزه هست الله متعال از آنچه که برای او شریک می آورند. این معناش این است که شما میگویید فلان نبی فلان ولی سمیع مطلق است، سمیع است، بصیر است، همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میشنوه، از حال ما در همه جا خبر دارد و بعد میره پیش الله متعال شفاعت ما رو میکنه. اون کسی که میگوید فلانی من روسیا رو الله چطور قبول میکنه، در الله متعال آیا ارحم الراحمین الله متعال است یا بندگان او؟ اگر ارحم الراحمین من گناهکار روسیا رو قبول نکند، آیا بندگان الله متعال، پیامبران الهی، اولیای الله متعال مهربانتر از الله متعال هستند که باز من رو قبول بکنند؟ الله متعال میفهمد این تصور غلط رو بگذارید کنار، این تصور نادرست شرکی رو بگذارید کنار. هیچ کسی از من الله با عظمت مهربانتر نیست. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. وقتی پیامبر من، بندگان من از تو درباره من الله با عظمت میپرسند، نفرمود با آنها بگو. الله متعال حتی محمد مصطفی علیه السلام رو هم به عنوان واسطه اینجا حذف کرد، فمستقیم پاسخ داد فانی قریب. من الله با عظمت نزدیکم، من دور نیستم، من شما دور نیستم، نیاز به واسطه نداری، من هیچ شریکی ندارم، هیچ کسی رو همچین اختیاراتی ندادم. واحد احد است. قل هو الله احد. الله در ذاتش واحد است، احد است، یکتاست، همتایی ندارد در ذاتش، در صفاتش، در افعالش. الله متعال هیچ نمونه‌ای ندارد. قریب فانی قریب، من به شما نزدیکم، من هیچ دور نیستم تو نیاز داشته باشی به واسطه و شفاعتگر. من مهربان ترین مهربانانم، من از تو هیچ وقت دور نبودم، هر چقدر گناه کردی نیازی نداری بری پیش کسی دیگری، بیا پیش من الله متعال، مستقیم بگو یا الله مدد، بگو یا الله، بگو یا رحمان، بگو یا رحیم، بگو یا سمیع، من به تو نزدیکم، من از تو دور نیستم. و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هر وقت بندگان من از تو درباره من میپرسن، من نزدیکم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجابت میکنم
قبول میکنم، میپذیرم دعوت دعوت هر دعوتگری رو. اذا دعانی، وقتی که من الله با عظمت رو بخواند اجابت میکنم. دعا کنید بطلبید از من اجابت میکنم. اجیب دعوت الداع، اجیب، اجابت میکنم، قبول میکنم، میپذیرم. الله متعال اینجا صراحتا میفهمد من به شما خیلی نزدیکم. تو وقتی با این احساس به سراغ من الله با عظمت بیای، وقتی با این احساس بیای که من هستم، من به تو نزدیکتر از هر کس دیگری هستم. وقتی در مشکلات گیر میکنی، وقتی درها به سوی تو بسته میشود، وقتی از همه طرف ناامید میشی، وقتی که در زندگی به بنبست میرسی و به در بسته میخوری، در بنبست راه آسمان باز است. پس پرواز کردن را بیاموز. یاد بگیر چطور در بنبست پرواز بکنی. هیچ بنبستی وجود نداره پیش الله متعال. موسی علیه السلام و بنی اسرائیل به دریا میرسند و فرعون با لشکری عظیم که برخی گفتن 1,000,000 نفر نیرو آورده بود، به تعقیب بنی اسرائیل که چند هزار نفر بودن، چند 10,000 نفر. از این طرف لشکر فرعون است و از این طرف دریاست. گفتن یا موسی این لمدرکون، موسی ما رو به فلاکت دادی، ما رو محاصره شدیم، در به در کردیم، ما رو در به در کردیم موسی، محاصره شدیم. فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز این گونه نیست، پروردگار من با من است، راه رو من نشان خواهد داد. عصایی رو به دریا زد. الله متعال فرمود بزن این عصا رو به دریا. عصا رو به دریا زد، دریا شکافته شد. برای الله متعال هیچ محالی وجود ندارد. حال من و تو رو در یک لحظه از بدترین حالت به بهترین حالت تغییر خواهد داد. برای پایان مشکلات من و تو، سختی های من و تو، درد من و تو، غم های من و تو، زخم های من و تو، هر چیزی که من و تو از او رنج میبریم، همه اینها در حیطه قدرت الله متعال است. الله متعال اگر بخواد در یک لحظه همه اینها رو تغییر میده. فقط کافی است اراده بکنه که تغییر بکنه. الله متعال میفهمد از من بخواه، من نزدیکم به تو. چرا در مشکلات ما به جای این که به اللهی که خالق آسمان ها و زمین است و مدیر و مدبر آسمان ها و زمین است و صدای ما را میشنود و حال ما را میبیند، بلکه آنچه در دل ماست هنوز به زبان ما نیامده او میداند. او بهتر از هر کسی حال ما را میداند، چیزی برای او پنهان نیست. چرا صادقانه با رب خود، با اون ذات بی‌نیاز، با اون قدرت مطلق، با اون جمال و کمال ما رجوع نمی کنیم؟ چرا این احساس در وجود من نمیاد وقتی به مشکلی میخورم؟ چرا در مشکلات به سراغ به این و اون فکر میکنم؟ به پدر و مادر، به همسر و فرزند، به خواهر و برادر، به دوست و آشنا، به فلانی و فلانی. اولین جایی که در مشکلات گمانمان میره به این هاست. چرا بر الله متعال نمیره این گمان؟ چرا ما الله متعال که همه زندگی ما در اختیار اوست و تمام آسمان ها و زمین رو با اختیار دارد و ما رو الله متعال میفهمد من قریبم به شما، من نزدیکم به شما، از هر کسی من به تو نزدیکترم. چرا خالصانه پیش الله متعال نمیاییم و طلب نمی کنیم و دعا نمی کنیم؟ الله متعال نزدیک است. الله متعال از هر کسی به ما نزدیکتر است. ما در سجده وقتی که الله متعال رو طلب میکنیم، الله متعال از بالای عرشش ما را میبیند، خبر دارد، از حال ما مطلع است، نجوای ما را میشنود. ما با زمین گویی داریم نجوا میکنیم و الله در آسمان ها صدای ما را میشنود. الله به ما نزدیک است. الله متعال با علمش، الله متعال با قدرتش، الله متعال از حال ما خبر دارد، به ما نزدیک است. الله متعال، الله متعال از ما دور نیست. الله متعال میفرماید فإنی قریب، من خیلی نزدیکتر از آن چیزی هستم که تو گمان میکنی. بخواه از من، اجیب و اجابت میکنم. هیچ دعایی نیست اجابت نشود. برای انسان مسلمان هر دعایی که میکند اجابت میشود. رسول الله علیه السلام فرمود دعای انسان مسلمان رد نمیشود، یا عین همان چیزی را که میخواهد الله متعال به او میدهد، یا در قبال این دعایی که داشته است
مصیبتی را، غمی را، مشکلی را از سر راه او برمی‌دارد یا برای آخرت او ذخیره می‌شود و این عبادت در آخرت به او داده می‌شود. ما دعا می‌کنیم. الله متعال حکیم است. بهتر می‌داند چه چیزی به خیر ماست و به صلاح ماست و چه چیزی به ضرر ماست. در سوره مبارکه بقره در آیه 216 می‌فرماید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم والله یعلم و انتم لا تعلمون. چه بسیار چیزهایی هستند که شما ناپسند می‌دانید اما به نفع شماست. چه بسیار چیزهایی هستند که شما دوست دارید اما به ضرر شماست. والله یعلم و انتم لا تعلمون. این که چه چیزی به نفع شماست و چه چیزی به ضرر شماست الله بهتر می‌داند. دعا قبول میشه. آقا من خیلی دعا کردم، دعای من قبول نمیشه. اجابت دعا معناش این نیست که عین همان چیزی رو که من و تو میخواهیم الله متعال به ما بدهد. الله متعال بهتر میداند این به خیر من هست یا نیست. احیانا من فکر میکنم یک چیزی به خیر منه، من میخوام از الله متعال، اما الله متعال میداند به خیر من نیست. الله متعال این رو من نمیده. در قبال این دعایی که کردم مشکلی مصیبتی رو از من دور میکنه. من متوجه نمیشم چون آنچه را من خواستم به من نداده فکر میکنم دعای من قبول نشده. دعا قبول میشه. مثال خیلی ساده تر. یک طفلی، بچه من و شما یک چیزی رو از من و شما طلب میکنه. من و شما الان یک چیزی از من و شما خواسته. فکر میکنیم که این برای او خوب نیست. خوردنی میخواد، براش ضرر داره. مضر برای بدنش. یک اسباب بازی میخواد، فعلا به سنش نمیخوره. یک وسیله میخواد، ما احساس میکنیم به هر دلیلی براش مفید نیست. دوستش داریم. از روی محبت نمیدیم بهش. اما در مقابل چیز دیگری براش میگیره. اون در دل خودش، در اون تصور کودکانه خودش فکر میکنه که پدر من، مادر من برای من این رو نخرید. بد کرد با من خوب رفتار نکرد. من این چیز ازش خواستم به من نداد. اون فکر میکنه این چیز براش مفیده. خوشمزه است. لذیذه. دوست داره. اما من تو میدونیم که براش ضرر داره. الله متعال مثالش خیلی بالاتر از این است. من و شما در برابر الله متعال و اون علم الله متعال و از آینده خبر داره در الله متعال حکیم است. فعل حکیم هیچ وقت خالی از حکمت نیست. میداند چه کاری را چه وقتی به بهترین وجه چطور انجام دهد. الله متعال حکیم است. ما دعا میکنیم اما الله متعال اجابت میشود. اجابت معناش این نیست که همون چیزی رو که من خواستم الله متعال همون رو به من بده. ما فکر میکنیم چون من این چیز رو خواستم الله متعال این چیز رو من نداد پس دعای من قبول نشد. نه. الله متعال این رو نمیده اما جای دیگری یک جای دیگه چیز دیگری به ما میده. یک مشکل رو از ما دور میکنه، مصیبت رو از ما دور میکنه یا اصلا این رو ذخیره میکنه روز قیامت که ما شدیداً نیاز داریم به عبادت ها. یک باره میایم میبینیم که کوه‌هایی از عبادت اینجاست. این همون دعاهایی است که فکر میکردیم قبول نشد. اجیب دعوت الداع. اجیب اجابت میکنم دعوت الداع. دعای دعا کننده را. دعای دعا کننده را. دعای دعا کننده، تکرار این لفظ دعای دعا کننده نشان از این دارد که دعا کننده اونقدر مهم نیست که خود دعا مهم است. فرق نمیکنه برای کی باشه. شما هر کی میخوای باشه. دعا، الله متعال دعا میخواد. مهم نیست که حتما یک انسان عابد زاهد پاکی باشیم که دعای ما قبول بشه. وقتی دعا کردی دعا کن، خالصانه دعا کن با این احساس که الله از هر کسی به من نزدیکتر است. الله متعال از حال من با خبر است. الله متعال دعای من رو رد نمیکنه. الله متعال است که مشکلات من به دست او حل می شود. کلید مشکلات پیش الله متعال است. هر مشکلی هست، هر مصیبتی هست، هر غمی هست، هر اندوهی هست، هر خیری هست پیش الله متعال است. با این احساس بیایم دعا بکنیم. دعا میکنیم از الله متعال بخوایم با اخلاص، با تضرع. در سوره مبارکه اعراف آیه 55 میفرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. الله متعال با تضرع بخوانید، با احساس نیاز بخوانید، با آرامی بخوانید. انه لا یحب المعتدین. صدا بالا نبرید، جغداد نکنید، فریاد نکشید. الله متعال نزدیک است. وقتی نزدیک است نیازی نیست که من شما فریاد بزنیم، جغداد بکنیم در دعا کردن. در دعا کردن الله متعال میفرماید انه لا یحب المعتدین. در دعای خودت از خط قرمزها عبور نکن. سر صدا نکن، جیغ نکش، فریاد نزن. کافی است که همونطور به زبان بیاری. کافی است با زبان مادری خودت، هر زبانی که دوست داری. حتی نیازی نیست به زبان عربی باشه.
با زبان مادری خودت، هر زبانی رو که خوب بلدی. الله متعال همه زبانها رو میداند. با همون زبان با پروردگارت نجوا کن، صحبت کن در اوقات مختلف، در سجده، در بهترین وقتها وقت سجده، در سجده ها، در پایان نماز، در لحظه غروب خورشید، در لحظه افطار، در وقت سحر، در بین اذان و اقامه، در غروب هر روز، خصوصا روزهای جمعه، بعد از یک نماز، بعد از تلاوت ها، بعد از یک عبادت، دعای انسان مسافر، دعای انسان بیمار، دعای انسان مظلوم، دعای پادشاه عادل، دعای والدین در حق فرزندان، دعایی که انسان این شرایط رو در نظر بگیریم، دعا بکنیم، بخواهیم، بطلبیم از الله متعال. چیزی نخواهیم که در او گناه هست، چیزی نخواهیم که محال است شرعاً، یا الله ما رو پیغمبری قرار بده. نمیشه، همچین چیزی نمیشه. اینها مصادیق اعتدا در دعاست، تعدی در دعاست. یعنی پا رو از گلیم فراتر نگذاریم. اما هر چی که میخوای بخواه، از مال دنیا میخوای، از آخرت میخوای، هر دوتا رو با هم داشته باشیم. ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة. الله در دنیا به ما نیکی بده، در آخرت هم به ما نیکی بده. بهترین های دنیا رو بده، بهترین های آخرت رو ما بده. دعا بکنیم، هر چی میخوایم از الله متعال بخوایم. الله متعال اگر نخواهیم ناراحت میشود. الله متعال فرموده دعوت دا اذا دعان، وقتی که من رو بطلبه با اخلاص، با حضور قلب، دعان، وقتی که دعوت کردی که دعا بکنه، حواسش باشه، دستش بلند باشه، قلبش حاضر باشه، تصور بکنه الله متعال، قدرت الله متعال، حضور الله متعال رو، و از الله متعال بخواهد. هر چی میخوای بخواه. نفرموده که چی بخواهی، استثناء هم نکرد. طبیعتا اون چیزی که حرام است رو انسان مسلمان نمیخواد و حجمش رو هم مشخص نکرد، مقدارش رو هم مشخص نکرد. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. خودمون رو عادت بدیم به دعا. دعا یک عبادت است. دعا هیچ وقت از بین نمیره. دعای انسان مسلمان اجابت میشه. دعا بهترین عبادت است. نیازی نیست که حتما شما در سجده باشی. میشه که اینجا نشسته دعا بکنی، تو مسیر داری راه میری دعا بکنی، در خلوت خودت با خدای خودت نجوا بکنی. دعا یک احساس عجیبی است. عجیب است که قبل از اینکه اجابت دعا رو الله متعال مطرح کنه فرمود فانی قریب اجیب دعوت الداع. من نزدیکم. نزدیک بودن خود رو قبل از اجابت دعوت مطرح فرمود. این احساس برای یک انسان مسلمان که پروردگار او نزدیک است، خود این احساس نزدیکی با الله متعال زیباتر از اون دعا هست. انسان وقتی که نزدیکی الله متعال احساس میکنه که الله از او دور نیست، الله ذاتی نیست که از او بترسیم، الله متعال اون ذاتی نیست که مثل پادشاه نیاز به پارتی داشته باشه، واسطه داشته باشه بین خودش و بین تو. الله متعال وزیری نیست که برای رفتن پیش او باید بری با نگهبانی، یا باید بری با یک دوستانش، یا باید بری با دفتردارش هماهنگ بکنی. نه خیر، همچین چیزی نیست. الله متعال فانی قریب. هر وقت اراده بکنی الله متعال نزدیک است. هر وقت الله متعال هیچ وقت از تو دور نبوده، همیشه نزدیک است. این من و توییم که دوریم، این من و توییم که فاصله میگیریم، این من و توییم که شیطان و نفس و هوای نفس بر ما غالب میشه و ازش فاصله میگیریم. الله متعال همیشه نزدیک است. الله متعال این احساس وقتی انسان در وجود خودش میاره، فانی قریب، قرب الله متعال رو احساس بکنه. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. این احساس قرب وقتی ایجاد میشه، این اجابت می آید. وقتی که طلب میکنند الله متعال از ما که بخواهید، با این تصورات به این شکل بخواهید، این نشان از اهمیت دعا است. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. پس شما هم اجابت کنید دستورات منو، اطاعت کنید اوامر من الله با عظمت رو. شما هم بنده‌ای باشید که شما از من میخواهید، من هم چیزی از شما میخواهم. پس کرونی از کرکم، شبیه این تعبیر رو در آیه 152 سوره مالکه بقره در همین سوره داریم. من الله با عظمت رو یاد کنید تا شما رو یاد کنم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در سوره مالکه 8 میفرماید مانند کسانی نباشید که الله متعال رو فراموش کردن، الله متعال اونها رو ترک کرد، به حال خودشون رها کرد. اینطور نباشید. یستجیبوا لی. دعا اجابت می شود از بندگان الله متعال، از کسانی که الله متعال می فرماید اجابت می کنن اونها هم. این گله رو بعضی ها می کنن دعای من قبول نمیشه، اجابت نشده دعای من.
به جای اینکه این سوال رو بپرسیم چرا دعای من اجابت نمیشه، یک نگاهی به خودمون بیاندازیم. چند بار شده که الله متعال از ما چیزی رو خواسته و ما اجابت نکردیم خواسته او رو؟ نمازهایی که 5 وقت در روز است، عبادت‌های دیگری که هست، اوامری که داده، آنچه را که ما رو نهی کرده که این کار رو انجام ندهید. هر کدوم از اینها یک خواسته است از ما، از سوی الله متعال. چقدر از این خواسته ها رو ما اجابت کرده ایم که باز گله بکنیم که الله متعال خواسته ما رو اجابت نکرده است؟ ما در برابر الله متعال چقدر درخواست او رو، خواسته او رو اجابت کردیم که الله متعال هم دعا و خواسته ما رو اجابت بکند؟ این یک تلنگری است برای ما. الله متعال میفهمد شما هم، من که نزدیک هستم شما نزدیک بشید. چطور انسان نزدیک میشه به الله متعال؟ با انجام دستوراتش. الله هیچ وقت دور نیست. الله متعال همیشه نزدیک است. ما باید نزدیک بشیم. ما که فاصله میگیریم. ما باید برگردیم. بازگشت چطوره؟ با توبه است. بازگشت با انجام دستورات الله متعال است. بازگشت با دور شدن از آن چیزی که الله متعال دوست ندارد. فلیستجیبوا لی، شما هم عبادتاتون رو کامل بکنید. برگردید پیش من. من نزدیکم، شما دور شدید. بیایید پیش من الله بس. فلیستجیبوا لی، اجابت کنید. این خواسته من اجابت کنید. بیایید بطلبید از من، به شما میدم. قرب من رو بطلبید، محبت من رو بطلبید، نزدیکی من رو بطلبید، جنت من رو بطلبید، رضایت من رو بطلبید. بیایید بطلبید از من. بیایید بطلبید. بیایید نماز بخونید، دعا بکنید، روزه بگیرید، دعا بکنید، سجده بیافتید، دعا بکنید، قرآن بخونید، دعا بکنید. بیایید. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، ایمانتون به من کامل باشه. وقتی دعا میکنیم یقین کامل داشته باش که این دعای تو رو الله متعال میشنوه و قبول میکنه. نشه که دعا بکنیم و دعای ما با یک حس ناامیدی، با بیحالی، با بی‌توجهی باشه. دستمون رو بلند میکنیم، یک دعایی هم میکنیم، حواسمون هم این طرف هست، فکر کنم یک جای دیگه است. زیاد امیدی هم نداریم که الله متعال دعا رو قبول کنه. نه، این در شأن الله متعال است. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، یقین داشته باش، ایمان کامل داشته باش که من دعای تو رو قبول میکنم. عمل درست کن، اعمال تو. فلیستجیبوا لی یعنی اعمال تو درست کن، ولیؤمنوا بی، ایمانت هم به من کامل باشه و درست باشه. یقین داشته باش که غیر از من هیچ کسی مشکلات تو رو حل نمیکنه. فقط بگو یا الله مدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط و فقط یا بار الله تو رو عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، استجابت کنید دستورات من رو و یقین داشته باش من دعایت رو قبول میکنم. ایمانتو من درست بکن، ایمانتو کامل بکن. فقط من هستم، یا فلان مدد یا فلان مدد نگو، وگرنه اون موقع به شرک مبتلا میشه. ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون، تا باشد که به رشد برسن. لعلهم یرشدون، این آیه لعلهم یرشدون در قرآن کریم رشد، کلمه رشد مقابل کلمه غی قرار گرفت. الغی با غین. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. هیچ اجباری در پذیرش دین، قبول دین که کسی مسلمان باشه یا کافر بشود وجود ندارد. بسیار واضح هست. الله میفرماید قد تبین الرشد من الغی. رشد از غی مشخص است. رشد معنای خاص‌تر از هدایت دارد. ما همونطور که غی معنای خاص‌تر از ضلالت دارد. هدایت نقطه مقابلش میشه ضلالت. رشد نقطه مقابلش میشه غی. درباره رسول الله علیه الصلوة و السلام مثلا الله میفرماید ما ضل صاحبکم و ما غوا. ما ضل، گمراه نشده، یعنی این نقطه مقابل هدایت است. و ما غوا، غوا اینجا نقطه مقابل رشد است. یعنی نه گمراه شده نه به انحراف کشیده شده. غی یک نقطه مرحله است بعد از زلالت و گمراهی. احیانا گمراهی ندانسته است، طرفی راهی رو گم میکنه، گمراه شده از روی جهل و نادانی و اینکه بهش اشتباه گفتن، مسیر رو اشتباه گفتن. نمیخواد گمراه بشه ولی بلد نیست راه رو، بد گفتن بهش، مسیر رو درست نگفتن بهش، اشتباه راهنمایی کردن او رو، در مسیر زلالت و گمراهی قرار گرفته، راه رو گم کرد. گمراهی کسی که راه رو گم کرده.
راه رو گم کرده، نه که میدونسته و گم کرده، نمیدانسته، ناخواسته گم کرده، بهش اشتباه آدرس دادن. این میشه ضلالت. غی اون کسی است که این فرد غاوین هم در قرآن داریم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. در مطابق به ابلیس فرمود که بندگان من رو نمیتونی تو گمراه بکنی، فقط کسانی که غاوین هستن، در غی اومدن دنبال تو میآیند. اونجا غی چی میشود؟ وال کسی است که راه رو گم کرده، غی کسی است که راه رو میداند، عمدن به بیراه میرود، به خاطر شهوت، به خاطر حب قدرت، به خاطر حب جاه، به خاطر حب مال. گمراه کسی که راه رو بلد نیست یا اشتباه بهش گفتن. اما غالی، غی کسی است که غی رو کسی انجام داده، غاوی کسی است که راه رو میداند و گم شده. هدایت هم، هدایت رو یاد گرفتن مسیر راه است. کسی که راه رو بلده. خب فقط تنها نقشه رو شما بلد باشی، آدرس رو بلد باشی، راه رو بلد باشی کمکت نمیکنه وقتی که نری در مسیر. رشد یک مرحله خاص‌تر از هدایت است. رشد یاد گرفتن راه و قدم گذاشتن در مسیر راه و رفتن در مسیر هدایت است. یعنی اینکه نه تنها راه رو یافت، راهیاب شد، هدایت شد، مسیر رو یاد گرفته و در مسیر هدایت قدم برداشته و داره میره، در مسیر هدایت داره قدم میزنه. رشد در قرآن کریم معنی پختگی هم میاد. درباره یتیم اندامتان میفهمد که شما مال یتیم رو پیش خودتون نگه دارید تا وقتی که یتیم به سن رشد برسه، یعنی به پختگی عقلی برسن. رشد لعلهم یرشدون، تا باشد که به رشد برسن. یعنی اینکه ماه مبارک رمضان، عبادت ها، این آیه خصوصا که در سیاق آیات روزه آمده است، و دعا، اینها باید، این عبادت ها باید ما رو به اون مرحله‌ای برساند که از مرحله یاد گرفتن راه به طی کردن راه برسیم. باید در مسیر قرار بگیریم، باید عمل بکنیم. الله متعال میفرماید که کسانی که دعا میکنن، کسانی که میطلبن، کسانی که عبادت انجام میدهند، کسانی که آنچه را که یاد گرفتن در مرحله عمل انجام میدهند، اینها راشد هستند، اینها در مسیر رشد قرار گرفتن. لعلهم یرشدون، تا باشد که شما در مسیر هدایت حرکت بکنید، عمل بکنید به دستورات، در مسیر قرار بگیرید و گام بردارید. نقطه مقابل غی هست رشد. و اینجا خلاصه آیه این هست که الله متعال از ما میخواهد که او رو بخواهیم از او طلب بکنیم، دعاهایمون رو خاص برای او قرار بدهیم. و در این آیه هم الله متعال برای ما بیان می‌فرماید که غیر از من هیچ کسی نمیتواند به فریاد شما برسد، از هیچ کسی حاجت نخواهید. دوم، دعای شما همیشه قبول می‌شود به شرط اینکه شما هم بیایید به سوی من که دور نیستم، من نزدیکم، شما دور نشوید، شما نزدیک شوید با انجام عبادت‌ها، با دوری از گناهان و ایمان و یقین کامل داشته باشید که وقتی دعا می‌کنید من الله با عظمت دعای شما رو اجابت می‌کنم. و اگر این گونه رفتار کردید اون موقع انسان راشدی هستید، عقل شما به پختگی رسیده است، هم مسیر رو یاد گرفتید، هم در مسیر قدم گذاشتید. الله متعال من و شما توفیق بده تا از جمله راشدین باشیم و الله متعال ما و شما رو در جمله کسانی قرار داد که توفیق عبادت با آنها نصیب گردانده است و توفیق دعای خالصانه و استقامت بر این مسیر و حسن خاتمه نصیب گرداند. تا دیدار دیگر همه شما سواران به الله متعال میسپارم. الله یار و نگه دارد. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.